حیوان تو خوب دانی دختره را مواظبش باش. او تنها مونس منه. اگه زمینش بزنی، اگه خال بهش بیفته، دهنت میبندم مینازم گردنت، میبندمت به گاری تا جای الاغ کار کنی. حالی شد؟ مرحبا کره نر خودم. حالا دیگه بریم. ظاهرا تمام زهر رو قبلا با مکیدن از بدنش بیرون کشیدن، اما ماری که اونو زده همونطور که گفتین مار خاکستریه. من تا حالا آدمی رو که از زهر اینجور مار جون به سلامت برده باشه ندیدم. یعنی حالش خیلی بده؟ نه، حالش بد نیست. خدا رو شکر. اگه بتونه امشبم به صبح برسونه خلاص شده. فعلا بذارین استراحت کنه. ممکنه تب شدیدی بکنه ولی همه چیز فردا صبح روشن میشه. من فردا صبح بازم بهش سر میزنم. کیا دعا کن که زنده بمونه قربتی. حسین که اگه اون دختر بمیره برایی به سرت میارم که 1000 دفعه آرزوی مرگ بکنی. کاری میکنم که کرما تو بدنت لونه بذارن، کلاغام تیکه تیکه گوشت بدنتو بخورم. بسه دیگه بسه، اون نمیمیره. اینقدر آسان مردن اونه تو دهنت نچرخان. باره بابا عوضی ایسا بینم وایسا. اگه او زنده بمانه که میمانه خودش جوابت هم میده. اگه بمیره نگران بلایی که شما سرم میارین نیستم. که هر بلایی سرم بیاد، که هر عذابی بهم روا بشه، که هر زخمی ببینم بدتر از زخمی که او به دلم میذاره نیست. خودت عوضی. ولی مخلص شما هم هستی. این مرتکت خدایا سپاری میش دست خودی. این کاری بکن. چرا اینجا نشستی؟ بلند شو برو.
این خانه اصلان خانه. اصلان خان، تو این مدت که برات کار کردم شد چیزی ازت بخوام؟ نه. خب حالا اجازه بده تا صبح دمی در بشینم. اینجا بشینی کسی؟ آقا بذار جواب بده. بیا بریم بشیر، کار ما از این حرفا گذشته دیگه. میت فاسد. خدایا، تو تمام عمرم چیزی ازت نخواستم. هرچی دادی شکرت کردم و هرچی هم که ندادی زیر سیبیلی در کردم. گفتی دروغ نگو، نگفتم. گفتی عبادت بکن، خب بفرما، کردم. گفتی آزار به کسی نرسان، که نرساندم. گفتی خدا یکیست که میگیم بر منکرش لعنت. هرچی گفتی کردم، تا اینجاش بی حساب. تو من آفریدی، منم وظیفه بندگی من انجام دادم. میمونه جانی که بهم دادی که اونم مال خودته. هر وقت خواستی بفرما بگیرش. شاید ما زیادی هم معصوم نبودیم، اما جزام این نیست که تو داری میدی. ما دلم هوای این دختره بوده. ما شب و روز به فکرش تو بیتی خواندیم. بودنش که به دماغم خورد از خود بی خود شدم. هر شب به خوابش دیدم. کار دیشو پریشون نیست، کار هر شبه. تو خواب نعره زدم، خاطر خواشم. اما این گناه بزرگیه. خب اگه این گناه باشه گردنم ما رو بگیر، نه ای طفل معصومم. خدا حرفام شنید. منم شنیدم، همه شد. جایی نریا، باز ازت درخواست دارم. دخترم کو؟ آها بیا میرم بعدم میبینم. بیان ببینید دخترم کجا رفته. جمیله، کجایی بابا؟ کجا هستی بابا؟ با این پادردت کجا رفتی؟ من همینجا بودم پدر. رفته بودم یه خورده هوا بخورم. ناراحتی؟ نه بابا جون، میرم لباسم عوض کنم. لنگت بده ببینم حیوان. راه طولانی تو راه پیش دار. داری میری؟ بله خانم. چرا میخوای بری؟ پدرم میگه یه مرد هر جا دستش وا بشه اونجا جای ماندنش نیست. ما دستمون پیش شما وا شده خانم. ولی چند وقت منو میخوای؟ عذابم نده خانم، خودمان شرمنده هستیم. من میخوام بدونم ولی از کی تو منو میخوای؟ روز اول یادت هست که پدرت ما رو خواست؟ یادم.
پدرتون گفت همراه شما به شکار بیام. ای کاش نیامده بودم. بعد شما آمدی این جلو ما. آره. تفنگ از دستم افتاد. عمر میل اولین بار بود که تفنگ از دستم میافتاد. دستمان میلرزید، قلبمان تکان خورد، چشمان شما را خواست و همین جور شد که دلم بنده شما شده. خانم چرا به هم نگفته بودی؟ چرا؟ من سگ روسیا که ریگ رودخانه قدرش از منم بیشتره، چرا باید این فکر میکردم؟ ولی من دوست دارم. وای نکن خانم. نه، بذار حرفمو بزنم. ولی دوست داشتم. میدونی از کجا؟ نه والله. یادتی اون روز من از آب گرفتیم؟ نه والله. یادت زیر چشمی نگات میکردم؟ نه والله. من خیال کردم شما بیهوش بودید. شما بیهوش بودید؟ بله بودم، ولی میخواستم تو نوازشم کنی. خجالت میدین؟ باز میگی تو رو نمیخواستم؟ من دوست داشتم. من توی بدجنس و مغرور و بی زبون دوست داشتم. دوست دارم ولی خدا تونه برای من نگار داره. خدا منو قربونت کنه. وای خدا چقدر زن خوبه. من باید بیام به خواستگاری؟ آره. وای خدا. خواستگاری ها؟ کدوم پدریه که دامادی مثل تو رو نخواد؟ بفرما. شما همیشه نسبت به من لطف داشتین. من همیشه آرزو داشتم که یه پسر داشته باشم. حالا که ندارم، خب دامادی مثل تو میتونه جای پسرمون باشه. صاحب اسم و رسمی. من خوبیای تو رم هیچ وقت فراموش نمیکنم. خواهش میکنم قربان. من که هنوز نتونستم کاری برای شما انجام بدم، ولی امیدوارم از این به بعد بتونم مثل پسر شما تمام کارهای شما رو خودم انجام بدم تا شما استراحت کنیم. ممنون. داشتن دامادی مثل تو تنها آرزویم. خواهش میکنم. برو پسر جون، برو کارا رو جور کن. تو کار دختر دیگه این دستون دست کردن جایز نیست. پاشو برو جونم، برو شو. با اجازه. مبارک باشی. ممنونم. خداحافظ. موفق باشی پسرم. اومد بیرون. آمد. خب دیگه را بیفت برو. بیا. میگم ها نکنه این بذاره به این گلا خوشش نیاد. نه بابا بعدش نمیاد. خوشش نیامد. نه خوشش بیاد. برو. خب برم. از اون بر کجا میری؟ از این بر برو. خوب. اگه خوشش نیامد گردن تو. خوشش میاد. خوشش میاد. سلام. نه توی بیا تو بیا با من کاری داری؟ بله قربان. خب چی کار داری؟ والا بفرما. به به ممنونم پسرم، ولی خوب بود این گلو میدادی به جمیله. والا قربان رسم ما اینجوری نیست. ما گلو میدیم به پدر عروس. چه جالبه. باید بگم پسرم رسم هر کجا هست واقعا جالبه. قابل دست شما را که نداره. عروسی خوبی میشه به نظر تو اینطور نیست؟ خدا از بزرگی کمتان نکنه. یه داماد خوب و مهربون واسه پدرزنش یه فرزنده. ما غلام شما. تا 1 سال دیگه یه نوه روزانو هم نشسته و داره با ریشای باباش بازی میکنه. شما که پیر نیستی. ما به امید خدا تو همین هفته جشن شیرینی خورانو میگیریم. تو باید به ما خیلی کمک کنی. ما با جان و دل کار میکنیم. شب و رو چشم هم نمیذاریم. مرحبا باریکلا. منم انعام خوبی به تو خواهم داد. ای آقا شما بزرگی تا نکردی؟ شما یه جواهر به ما دادی. جمیله خانم قد تمام جواهرهای دنیا میرسه. وقتی آدم این خانم داره دیگه چی کم داره؟ این خانم همه چیز ما میشه دیگه.
ما واسه شما داماد نیستیم، ما واسه شما غلامیم. از چی داری حرف میزنی؟ والا خدا شما را نگه داره، شما اینقدر مهربانین که نذاشین ما حرف ما نبزنیم. خودتان همه چیز گفتیم. مگه تو چی میخواستی بگی؟ ما؟ خب همون دیگه، خواستگاری از خانم کوچیک. یعنی دست گل آورده بودی که؟ بله، ما رسممونه وقتی میریم پیش پدر عروس مرد خواستگاری یه دسته گل از گلای بالای کوه براش میبریم. سب کن ببینم، یعنی اومدی خواستگاری کنی؟ بله. واسه خودت؟ بله. مهدی که یه جلوم بره ابدا، به چه جرأتی این حرفو میزنی؟ به چه جرأتی این غلطو میکنی؟ ما چه گفتیم؟ چی گفتی؟ دختر من زن تو بشه؟ ما تا حالا که خودت میگفتی بشه. من غلط کردم با تو؟ یالا را تو بکش برو. دختر من زن بشیر میشه، من از اون داشتم حرف میزدم. احمد برو بیرون تا ندادم بندازنت یه چیزی بهت بگم مرد، یه چیزی بهت بگم ای آقا، او که دخترت میخواد درسته، من حرفا و شارت و شورتای تو، دخترت هم ما نمیخواد. اگه بخوای به کس دیگم بدیش آشوب میکنم، این یادت باشه. مهدی که یه عوضی بده بیرا نگو. گل آورده. نبودی ببینی اون قربتی اومده بود خواستگاری تو، یه دست گلم آورده بود. خب شما بهش گفتین نه؟ پس میخواستی چی بگم؟ بگم بفرمایید قابلی نداره؟ و انگار به یکی دیگه گفتین آره. به بشیر گفتم آره، اومده بود خواستگاریت. و لازم نبود از من بپرسین؟ بپرسم؟ این کارا دیگه میدونی که عقل کلم. صحبت عقل نیست پدر، صحبت دله. نمیخواین بفهمین که من شوهرمو باید بخوام. چی داری میگی دختر؟ دارم میگم که منم یه حقی دارم پدر، حق این انتخابو میگم، حق این که باید بدونم با کی باید یه عمر سر کنم. تو با کسی سر میکنی که من میگم و من صلاح میدونم. ولی پدر. خیلی خوب تمومش کن، برو تو اتاقه، بیرونم نمیای تا وقتی که از این خونه بری خونه شوهره. فهمیدی؟ این حرف آخره. برو دیگه. میخوام داماد بشم من. آرزوشو باید به گور ببری. حسودی میکنی؟ حسودی؟ گوش کن بچه، من اون دختره پرمدعا رو میخوام چیکار کنم. میدونی چی میخوام بگم؟ من فقط پولای باباشو میخوام دختر، اون میلیون ها زمین و باغ و مزرعه رو میخوام. تو که به من گفتی خودت خیلی پول داری، دیگه میخوای چیکار؟ پول یه چیزی عزیز که هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر دوستش داری. من بیشتر میخوام، خیلی بیشتر. اگه پیرمرده نداشتی ها؟ بذار بیا. دست خودش که نیست، اون تنها آرزوش عروسی دخترشه. وقتی دخترش زن من شد دیگه بی خودی واسه چی زنده بمونه؟ میره لا دست پدرش، یعنی من میفرستمش بره با این 500. سلام علیکم. احمق سرزده وارد میشی حرفای منو گوش میکنی؟ نه باشی کن، نه. عباس دستوری جنسر آورده، گفتیم بهتون بگم که چی کار باز بکنه. برو گم شو از اینجا، بگو بذاره تو گاراژ، بعدم بگو وسایل عروسی رو فراهم کنم. چشم، مبارک باشه باشی کن.
عاشق پیش از دست و دست گذشته نتیجه ای نمیگیری. من اگه جای تو بودم میدنی چه کار میکردی؟ هیچ. ول میکردم راحت آسوده، ول میکردم میرفتم پشت کو پیش پدر و مادر من، میگفتم یه دونه دختر هم ولایتی من برای من بگیرن. آدم باید زنی را بخواد. از خستن خالیگی آدم به جایی نمیرسد پسر. از حلوه کردن دهن آدم شیرین نمیشه. قربان تو برم الهی. من او دخترم میخوام. میخوای بخوا با من چی مربوط؟ اگه سر من چرا دست میزنی؟ میگه بلند شو برو تفنگم واردار. من وای بازی ما که دیوانه شد. ممکن است جمیله از دست ما برنجه. نه نمیرنجه. برفای پدر مادر من نمیرنجه. خوشحالم میشه. هر دختری آرزو در پسر سر اون بزنم پدر هم دیگر در بیارن. تو بمیرین تم بمیره عجب آدمی. اما اون دختر حق منه. خب حق تو. خب برو بگی چرا سر من بدبخت داد میزنی؟ حق همیشه از قدیم گفتن حق همیشه گرفتنیست. آخه دوری لامفت. برای همینجوری که سر من داد میزنی من چه گناهی دارم؟ برو بزن قیام کن پدرشان در بیار حقت بگی من پشت تو بایستم. کنار تو پانه خب بده برم که قربان من که نوکرتون کجا دروغ میگم. برو قیام کن حق تو من میشه ده. من گفتم همش تو فقط بلدی لافالکی بزنی. تو فقط بلدی پدر من در بیاری. اصلا من این واسه چی کارم دارم پدر خودم در میارم. گوسفندای منم رفتن اونور. همه چی مرتبه؟ آره آقا به جان بشیر خان همه چی مرتبه. همه وسایل آماده است. هیچ چی کمی کسی نداره. خب پس بده بشیر کجاست؟ رفتی سلمونی همین الان برمیگرده. یه خورده بده بالاتر. اینطوری خوبه؟ آره. اینجا چی میخواه؟ یا اون تو چه خبره خانه خراب؟ خواهش میکنم بکنم. مبارک میشه. سر کلار یکم گفتر حالا اینطوری بهتر شد. آمدم ببرمت. باهات میام. کجا داری میرم؟ دخترش رو دیدم. باز که ببینم عروس کجا میبری؟ آهای بیاین عروس کجا؟ بشیر خانو خبر کنی زود باشید. چی بوده؟ کجا نباریم؟ حالا چی کار کنیم؟ جواب بشیر رو چی بدیم؟ اونو هشش بریم زود باش. عروسه که بردم حالا تکلیف ما چی میشه؟ چیه؟ چه خبر شده؟ عروسو دزدیدن. عروسو دزدیدن؟ کی این کارو کرده؟ پس این بشیر گردن شکسته کجا رفته؟ فرستادم دنبالش قربان. بیورزه ها شما چند نفر نتونستین جلوی یه نفر بگیرید. پس آدم به کی اطمینان کنه؟ چرا گذاشتین یه نفر قربتی دختره رو ورداره و ببره؟ همه تونو میگم یه مش احمق و بیورزه. شما کدوم جهنمی بودین؟ هیچ کاری ازتون بر نمیاد. گذاشتین اونا از دستون فرار کنن حالا این مجسم باشه. تیکه احمق. سلام بشیر خان. چی شد؟ چی کار کردی؟ بهش نرسیدیم بشیر خان. شد اجازه بدیم من برم. که بیورزه باید برین دنبالشون. شما حرزه این کار ندارین. این کار یه نفر میخواد که هم مغزش کار کنه هم بازوش. باز بفرستی سراغ رضا قرقی.
اون دیگه مثل اینا نمیگه غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم. غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم. نزنی یا غلط میکنم که بزنم. شهر جمعه مثل اکبر سلاخ من میره. چلاخ شاگه برم. دیگه پرمتی کافا دستم بیشکنه اگه بکنم. اگه رفیقای ما بفهمن تیکت کردی بابا دیگه. نفسم بند اومد بگم کنه بذاری نه منو میکشم. نه نگین، به هیچ کی نگین. من ازشون میترسم. شما هیچ کدوم به کسی چیزی نگین. من قول میدم فقط با شماها باشم. حالا عوض اوقات تلخیا اون گرام را بندازین، یه خورده برام ترقص بکنین، برقصین. این صفا احتیاج دارم. حالا سر پا شروع کنین. یه خورده شونه‌های سکون بدین. در بدین، احتیاج دارم، مریض دارم. خیلی امواتتون که چرخین بزنید. بپیچ. حال بده. شتاب که حالا به علامت من رد بشین. پشت گردن هم خیلی حال کردیم. حالا به این کارتون ادامه بدین تا بیان بگیرن پدری صاحبتون رو در بیارن. پس این گردن کلوفتایی که میگفتیم کجان، چرا نمیان؟ خب تا نیومدن بیاین با هم دیگه آشتی کنیم. گور پدر اون سه گردن کلوفت. از کی شروع کنم؟ از کی؟ از تو نه، از اون. آری از این. حالا از تو. حالا من با تو کارها دارم. این کار تکرار میکنیم چون کمی لذت بخش بود. دوباره سلام. الان ذکر خیرتون دیگه کیه؟ نه تو یکی کی هستی؟ به ما بگن اکبر سلاخ. به شما چی میگن؟ قاتلت مرتگاب کش. قاتلی؟ حتما به تو هم میگن ابرام جیگرکی. بله. از کجا میدونی؟ از قیافت فضولی مربوط. سرتون میزنم رو سر دست من کن. یا کدی باز سفر گردم. سبیلم. نشونی دادن باید یکی از این خونه ها باشه. نه خونه ها هستش بچه چندی نفرن؟ برگرد با ماشین بیاین دو پاشا بیا. برو دایا مردم چقدر تو زندگی بودم و به جایی نریسم. شکست کرده بودم، لااقل یه مدال طلا کسب کرده بودم. باید با مسئولین وزیر صحبت بکنم. آقا رضا جون باعث کارت داری؟ این بچه کاری ندارم. این باشترم کارش میکنیم بابا پدال چسبیده به تم روکنم داره تموم میشه. آب باتریمم تموم شده، آب رادیاتورم. ما طرف باشیر اومده. ما طرف باشیر. بشیر؟ سلام علیکم. ما طرف باشیر خان اومدیم. بفهمید بالا. بشیر نوکرشم هستم. آقا رضا تشریف آوردن. هنه سلام علیکم سرپنام. با تو که ریش گذاشتی خودتو هپیلی هیپو کردی. چطوری؟ بفرم اخی چرا اخمه کردی؟ تو که اخمون نبودی، یه خودی بخند تا چاق بشی، نه اینکه اینطوری بشی. هن خوب اومدی رفیق دارم. من که نوکریتم، اما تو بشیر مگه چه احتیاجی به من داری؟ تو خودیت ماشاءالله 1000 پا 10 تا گردن کلفت حریفی، شایدم بیشتر 5 تا.
والا بهتره بگم به خاطر موقعیتم. دیگه اون زمان نیست رضا. حالا من یه تاجرم، آبرو دارم، منو میشناسم. نمیخوام سر و صدا بلند بشه. اگه میخواستم برم دنبال قربتیه لط و پارش میکردم. میدونی که ژاندارما رو من حساسیت دارم. اینه که میخوام پای پاسگاه ژاندارم و پلیسا تا اونجایی که میشه به میون نیاد. بشیر مثل این که این کار گرفتاری خیلی داره. شاید دعوا مرافعم توش زیاد باشه. نکنی مرگ و میرم توش هست. تو هر کاری مرگ از همه چیزی به آدم نزدیک‌تره. ولی خرجت خیلی بالا میره. یعنی با سر کیسه رو شل کنی. قیمت این کار بالا رفته. به تناسب هزینه زندگی گوشت، نخود، لوبیا، ماهی، خاویار، شامپاین، بلیت سینما، حق و حساب. خب قیمت کار چنده؟ والا گرونی که نیست. دماغ کوچیک قلمی مگه بشکنه 5000 تومن پول عملش میشه. شبی 800 تومن پول تخت بیمارستان، ببخشید اینجا میخوره 5000 تومن. اونم 5000 تومن میشه 13000 تومن. چون 13000 تومن نحسه میکودمش 15000 تومن. تازه اگر موقع عمل برقی قطع نشه، اگرم بشه اونم میشه 3000 تومن، اونجا 15000 تومن، جمعش میشه 25000 تومن. اگه دستم بشکنه پول گچ گرفتنش 4000 تومن، یه پا من بشکنه 6000 تومن، جمعش میشه 11000 تومن. حالا اگه عکس هم بخوایم بگیریم 6 در 4 میشه 3000 تومن، نیم تنش و نیم روخیش میشه 4000 تومن. باز تو خودتو زدی به خول بازی؟ نه بابا، خواستم تو رو بخندونم. جونم فدای تو. این حرفا چیه؟ خب کی راه میافتیم؟ کجا باید بریم؟ چیو باید ببینیم؟ خلاصه چه باید بکنیم؟ و خلاصه از کی میشه برم تحقیقات کلمبویی بکنم؟ همین الان من خیلی عجله دارم. دقیقاً بله. برو هر چی که میخواد تمام و کمال در اختیارش بذار. هر کاری بخوای واسه انجام میده. قربونت برم، خداحافظ. هیچی لازم ندارم. زود برمیگردم. ضمن از ریشتم خوشم نمیاد. خیلی خدا بیا برو. همه به دنبال من، ولی با آهنگ پل رودخانه کوایی. بیاین دیگه. من همه خطی کردستانو مثل کف هندم، یعنی کف دستم میشناسم. آخه من اونجا 12 سال سرباز بودم، تمام اونجا رو میشناسم. با اون جیپه باید بریم. قربان همگی، خدا حافظتون. مواظب بشیر باشین، اون بهترین رفیق زمان بچگی من بوده. خدا حافظ. مواظبش باشین. بیاین بچه. بشیر رو ما تغییرش کنیم، همچین که دستش به دختره رسید دختره رو بگیریم و بیاریم. خب ما رفتیم. خدا حافظ. کسی اینجا نیست. اینه دست دیگر داد. من یه لباس برات راحت بدوزم بیام. همیجا وایسه. جایی نری یا من الان نمیام. آره فکر میکنم اندازه باشه. ببینم اینجا بپوشم. خب اینجا نه دنبال من بیا. بیا بریم یه جایی و پشت مشتای پس توی جایی گیر بیاریم. بیا تنه بپوشش. رو تو بکنه اون بر. نمیشه ما رومانه نکنیم اون بر. نه خیلی نه. عجب پستونایی داری. باغ دابا چه صاحب پستون. جناب آقای گاوه، ببخشید خانم گاوه، میشه یه خورده به ما شیره بدینه؟ آی مشتی چیکار داری؟ چی میخوای؟ اونجا چیکار داری؟ خدا عوضید بده. خدا در آخرت شیر خشک، شیر پاچه، نخیر اما دیگه حرف علیش نیست. نمیذاره من یه لومه غزاز کنه من برای پای میگم کوچک دلت میخواد با نظر ما. یک قدری میگم جناب علی اینجا با گاو بنده چیکار داری؟ با گاو من چیکار داری اینجا؟ ببینم ممکنه من راه عوضی اومدم. اینجایی که من اومدم یعنی طرفای گیلان میلانه. چرا پارسپالا میگی گیلان چه ربطی به اینجا داره؟ میگم تو با پستان گاو من چرا نگاه میکنی؟ پس بگو ببینم مرد گیلک، میشه یه خود شیر به من بفروشی؟ نه قربان تو برم، شیر نداریم و فروشی هم نیست. به در مرزیده این پستونه از زور شیر داره میتره که اون وقت میگی شیر نداریم.
مگه تو حرفی حساب سرتون نمیشه قربان؟ گفتم نداریم یعنی نداریم، تمام شد رفت کارش دیگه. من با تو آشنام. تو با من آشنایی؟ نفهمیدم از کجا با من آشنایی؟ تو خب مگه تو رفیق اون کردی نیستی؟ کدام کردی؟ والی خانی میگی؟ من نوکر والی خانم، مخلصشم هستم. چطور مگه؟ خب من کارت داشتم برای خاطر اون اینجا اومدم. تو با من کار داشتی؟ ای با چشم قدمت روی چشم بفرما در کلبه محقر بنده نان پنیر انگور بزن، هر چه قدم شیر خستی برای تو میدوش. بفرما من مخلص والی خانم. خب تعریف کن ببینم جریان چیه. این گاو تو خیلی به من چپ چپ نگاه میکنی، نظر داری؟ بفرما چایی. حالا که رفیق والی هستی من همه چیز برای تو تعریف میکنم. والی دختره رو دوست داشت، شب عروسی میره اونجا و دست دختره رو میگیره میزنه به چاک محبت میره. شیرین کاشتالا کجا رفته ها؟ عرض میکنم خدمت شما چند نفرم آمده بودن از من بپرسن، اما من به اونها نگفتم. هیکلا این هوا چند هم گردن کلفت مردنی بودن، همین که چوب نشانشان دادم زدن به چاک محبت. اما حالا به تو میگویم والی به من گفته بود که تو با معرفتی، وگرنه من پیش تو نمی اومدم. حالا کجاستیم؟ والا اون باید الان نزدیکی های پشت کو باشد. بله پشت کو اون وره. آخه اون پدرش گردن کلوفت اون طرف هست. بعد دختره رفت پیش پدر مادرش و بالاخره عروسی بکنه. بله مرگ تو. داشته باید مردو والی رئیس دارم یا والی دارم یا داشته باید والی رئیس دارم یا والی دارم خوش آمدی. خوش آمدی. پدر ای پدر من، او مادر من، اونام خواهرام من. خوش آمدی. صفای قدمه. سلام پدر. نکسم جانکم. سلام مادر. سلام. ببینم این دختره کیه؟ نامزدم من. نامزده؟ بله مادر، ما نامزد کردیم. سلام. فقط یکی آوردیم؟ بله. چی خوشگله، ماشاءالله مثل ماه میمانه. الهی چی دختری خوشگله. میخوای بگیرمش؟ من همه عروسا خوشگلترم. میخوای بگیریش؟ یعنی میخوای زنت بشه؟ بله عجلم دارم. مبارکت باشه. کیه؟ نامزدم من. نامزده؟ بله مادر، ما نامزد کردیم. سلام. فقط یکی آوردیم؟ بله. چی خوشگله، ماشاءالله مثل ماه میمانه. الهی چی دختری خوشگله. میخوای بگیرمش؟ من همه عروسا خوشگلترم. میخوای بگیریش؟ یعنی میخوای زنت بشه؟ بله عجلم دارم. مبارکت باشه.
مار برو دیگه مار تلش نکن یال نکن نکن بالاخره پسر خوشش باشه انشالله به سلامتی و خوشی از خودتون به پا باشم عجب زن قشنگی گرفتم چه خوشم هست مثل این که میدونه میخوام بدوزدمش بله خودشه آره گرچه نباید صدامو بشن اشکالی نداره چی میخوای؟ هیچی بابا نترس شما میخواین زن این چیزه این کته بابا حالا برو بشین بیرون میخوام لباس عوض کنم خیلی خوب میرم چی میخوای پسر اینجا رو نگاه میکنین زنی لقمه ایستاده بیا تو بغلم که راحت بیفتی زمین ناراحت نشی بخواب نام زده عزیز نه پدرم تو را خواه ای تو چرا هنو عروسی نکرده قش کردی تو بایست بیایی در جشن شرکت بکنی پدرم تو را ای دیگه هنه خب باشه بریم تو رو تحویل بدم که فعلا تو آی گیر کرده بلنش یاد بلنش دیگه چشات نم دارم مادر چرا؟ تو داری میری دنبالش حتما عده‌شون خیلی زیاده باید برم شاید اونا بکشنش شاید بیا بگذر پسرم کار کنم بذارمشان برم اونا که حرمت 4 دیواری من شکستم اونا که به خونم توپ کردن و رفتم بذارمشان که برن در لانم قایم بشم که یه گرگ تو آبادی راحت را بره ازم میخوای چه کاره باشم مادر واسه ظالم هورا بکشم وسیلی که به صورتم میخوره با خنده جوابش بدم نه مادر همون نامردایی که بخون همون نامردایی که زن من دزدیدن همون نامردایی که دل من آتش زدن گیرشان میارم و به جای خنده آتش تو دلشان میریزم حالا تو میگی آنها زیاد بودن خیلی خوب باشن میگی منم میکشن خب بکشن که اگه بمیرم اقلا یه مرد میمیرم بذار برم پسرم یه مرده کجا میبابون؟ خودم من نمیدونم فعلا این جیب داره ما رو میبره خوب عجب خربوزهای خوشگلیه منو بگو که از جالیز رفتم 2 تا دزدیدم اما خوب برای یه نفر بسه تو هم که نمیخوری دکتر گفته برای تو یکی بده کی گفته واسه من بده؟ دکتر دیگه خر نمیشم دستاتو وا کنم میخوای هبار شیسترم دکتری گفته هم خربوزی برات داده هم دستاتو نباید وا کنم حالا بیا پایین بشین خربوز خوردن منو از نزدیک تماشا بکنیم خربوزه هاش مثل هندونه میمونه
باغت یعنی جالیزت آباد چه خربوزه ای از گد اصفهانم شیرین تری. البته خربوزه شمال اصفهان ها، جیگر آدم حال میاره. گاز میزنم از طرف او سرا قربتن الله. چرا نگاه نمی کنی ها؟ نه من تشنمه، یکم بده من بخورم دیگه. اتفاقا خربوزه تشنگی رو رفع میکنه، ملاحظه کنین. یه خورده خربوزه بده من. اینها جلوت بردار بخور، این بادم ما رو وسوسه میکنه ها. دستمو واکن تا بخورم. ده به خیالت حالو هم دستات واکنم که فرار بکنی. آره نه فرار نمی کنم. چه دام میکنی؟ خیال ندارم فرار کنم. داریم میرسیم به شهر دیگه، کجا برم؟ درسته ولی کارت محکم کاری عیبه نمیکنه. آخه من گشنمه. هر وقت نونه گیر آوردم یه خورده بهت میدم بخوری. مگیدش نیگی که میگن فکری نون بکنه خربوزه. بس ببین آخه منم دلم از این خربوزه میخواد. وای خدا گلم گیری کرد. حقم داری، خیلی خربوزه خوبیه. اگه پولم بالاش میدادم خربوزه به این خوبی گیرم نمیومد که دستمو واکن. جون اون رفیقت بشیر. دیگه چیزی گفتی که رو بنده شدم. باشه باز میکنم، اما بدون اگه بخوای فرار بکنی این دفعه هم دست و پاتو میبندم هم دهنتو. باشه فرار نمی کنم دیگه، نمیخوام فرار کنم. دلم واسه بابام تنگ شده. وای باشه خر میشم و بازش میکنم، ولی نری پشتم بشینی صفی بذاری، کاسوت بذاری، کارتیریج بذاری که یارو چی میدونم هر خاک به سرم چقدر میزن. وای ببین چقدر ریسمان کشید کردم. الهی دستم بشکنه، چرا اینقدر محکم بستم؟ نگاه کن چه خطی انداخته توی پستی بلندی های تنت. تو خدا یواش. آسیت هم خراب میکنه این خطوط. چقدر اینجا تو گره گوری پیچ بیستدم. بازش میکنم بابا، اینقدر حالا که من دارم باز میکنم تو چرا میگی باز کن؟ دارم باز میکنم. وای یه خنافر مال خیرسی. عادی سب کن اینقدر هول نزن بابا، دل درد میگیری هم خورد بدی دختر. خیلی خوشمزه. آخه قورت بده، فشار بده بری پایین. قورت هول نزن بابا مال تو اینا. چاقو من یه دفعه نخور یا با این هول و ولایی که میکنی خفه نشی. چطوری؟ How are you؟ عالیه. بیچاره خربوزه ندیده، اینجوری که میخوری سقل سرد میکنی. دختر اینجا هم که حکیم پکیم نیستش. چرا اینقدر هول میزنی؟ چرا؟ هنه گشنمه. الان مدتی که هیچی نخوردم. خیلی خوب، تا تو داری خودتو خفه میکنی منم میرم دستامو تو آب خفه کنم. دزدمونا عجب آب روانیه، همش گله که اومدیم و یه بنده خدا تشنه اومد از این آب بخوره. خربوزم گیرش نیومد، جالیزی هم سراش نبود. خوب پول سر خودیم. هنه کلا گذاشتی آخریش دارم. باید بگو مسیمه رو عوض میکنه، مسیمش رو عوض میکنه. یه تبریز میکنی یه خورده برای من دولا نمیشه. این تیکه رو باید با آسانسور برم پایین. کلام وایسا stopp halt ich haben your
پایین. وای ثابت میزم. نمیخوام وایسا. نمیخوام؟ من وای میشونم. برون ور. خیلی آهسته پیاده شو. یواش. با بس که فرار کردی. بیای بریم از این بار یلا زودتر وایسا کجا داری فرار من چی میخوایی؟ حالا ولش کنم باید بریم بشیر منتظرته بعد قال الا ما ولش کن گفتم ولش کن ایلا مثل جین پیدا شد چی میخوایی؟ چی میخواده بیداد نکن تو من چی کاری ندارم اون آقا با تو کار داره کدوم آقا؟ آره همان چرا زدی تو سرم خوب کاری کردی باید بیشتر میزدی خوبه بد نیست طوریت که نشده نه فقط پام درد میکنه بیا بریم خوبش بکنم بیا بشین اینجا خوب به موقع رسیدم آره سب کنین تفنگه که همه بذارم اینجا ببینم پات الان دستمال من خیس میکنم میارم همینجا بشین پاشو دارم چانتایی میزننش چانتایی؟ خدا بلند شو پاشو برو کمکش کن چیو میزنم ببینم چه زد توی سر من تو زدی؟ نه بابا ما دیگه کاری به کار اونها نداریم برو بیا بری بیا بری
بخوری داغه. دست درد نکنه انشاءالله. برای خانم تو اتاق جای دادم، شما هم همینجا میخوابی. خودت کجا میخسبی؟ فکر ما رو نکن، ما میریم تو انبار میخوابیم. ما خیلی مزاحم شما شدیم آقا. مهمان حبیب خداست، مزاحم چیه؟ خدا عمرت بده. به خدا چه آدمای نازنینی پیدا خب میشن. دیگه ما میریم بخوابیم. شب خوش. خوب خوابای خوش ببینی. به سلامت. خوش آمدی. مرمت زیاد. چرا منو دزدیدی؟ بهت که گفتم تو نامزد بشیر رفیق منی. من رفیقتو نمیخوام، مگه زوره؟ اون که تو رو میخواد، اون جون منم بخواد بهش میدم. جون تو مال توه، اختیارشو داری، اما من مال والی هستم. نفهمیدم. اون قربتی بی تربیت. حیفی یه دختری مثل تو نیست که زن اون قربتیه بشه. بشیر نازنینه، تو تمام ایران اسمش با سلام و صلوات میاد. تو اون وقت بشیر رو نمیخوای، اون آدم قربتی بیشیر رو میخوای. بابا ای والله، این دیگه مربوط به دله. بلکن ما با الله. دل و قلوه چیه؟ خاطر خواهی کدومه؟ زندگی تو دست اینجور حرفا نده. تو خوبی، خوشگلی، تو خانومی. تو خیلی حیفی که بری تو قربت و کشک بسابی. حالا وقتی زنی یه آدم باشیری مثل بشیر شدی، وقتی یه مدتی گذشت تازه میفهمی که من راست میگم. ما رو باش داریم برای کی نطق میکنی؟ خانم خیلی وقت خوابیده، ما کماکان ادامه میدیم. جای منم خوابیده، من میرم جای اون میخوام. حالا نکنه نصف شبی بخواد بیاد جای من بعد مارم جا به جا کنه. وای چه ماکسی هم پوشیده، اصلا هیچ جاش پیدا نیست. یاد بگیرید. آره خب دیگه شلوغ نکنیم. کمربندم چرا باز شده؟ بوهای شنیده. عجب اتاق خوابیه، سیر و حسیر و کدو و قیچی و تمام وسایل بیخوابی آماده است. حتما از اون جهنورهای مفید هم تو درز این لحاف هست. آره هست. یه دفعه نشد ما مثل آدم بریم تو رخت خواب. یالا زود چی گفت زود باشیم؟ یارو میسین که رفیقاش هم آورده. هنه بایش کنیم بیشم. نه نزن افتادم. کی بود؟ تو زدی؟ تو بودی که زدی تو سر من؟ زده بودم که مرده بودی. دختره کجاست؟ خونه کیجا من چی میدونم؟ گویا ورداشتن بردنش دیگه. حرامزاده جانتم میگیرم. بگو دختره کجاست؟ من از کجا بدونم؟ به تو چی؟ به من چی؟ کجاست؟ بگو تا نکشتم. برو بابا دلت خوشه. من چی میدونم کجاست؟ موله بیاد. دستت ایوار تو به جهنم. زیل میدی؟ آی تو دل من میکوبی؟ به مغز من صندلی میکوبی، تو دل تو نکوبم. رفتم سر جای اول. بی تربیت چرا رفتی تو قوطی؟ بودم من نمیدونم سر تایی من کجایم؟ کجایی؟ من اینجایم، تو کجایی؟ این چیز زیر من. کجا رفتی؟ این دیگه کیه؟
راستی این کیه؟ این شخص را تو کشته ای؟ من اصلا اونا ندیده بودم. شاید اونا کشتی گردن من بنازیش. نه بابا، من اهل آدم کشی نیستم. پس کی کشتتش؟ چی میدونم؟ بیچاره به ما پناه داد، به ما غذا داد، به ما نگاه تومونش هم پاره کردن. پاره. فهمیدم. فهمیدم که اونو کشته. همون ریشو است. شکلش به خاطرم است. دنبال من بیا. بنابراین از اینجا دیگه جدا میشیم. جدا میشیم یعنی چیه؟ بی تربیت. ما دست از سر دوار نمیداریم تا جمیله را پیدا نکنیم. آقای با تربیت، اگه من خلاصی نداری هر جا بریم با بگه هم حرف سرت نمیشه. جمیله رو دزدیدن خیال میکنی تو جیب منه. خب که بنده رو ول نمیکنی. ها باش، باید یه چیزی، یه ماشینی، عرابه چیزی پیدا کنیم. با اسب تو که نمیشه، چون خیلی کند میره، نمیشه با اون بریم. پیدا کنیم. چجوری؟ نه اون جوری دیگه. میریم اون ماشین و مال هر مادر مرده هست ور میداریم. بفرما. بدو، انگار صاحبم نداره ویلا درست پارکش میکرد. خب برو بیشیم پشتش. من بلد نیستم، تو برو بیشیم پشتش. تو چی بلده ای؟ بلدی هی بزنی تو سر من؟ خیلی خوب، من رفتم بشینم تو هل بدی، ولی فشار ندی ها؟ هل بدم؟ تو که هنوز ننشستی. خیلی خوب، تو که همش کارهای سخت و به من واگذار میکنی. یالا معطل نشو. سب کن بابا، بذار اول ببینم سیماش قاطی زود شده باش. باشی. بیدار دلکو رو با دفینسیار جوش بیدن. هل بدم؟ تو که شوفری گفتی بلدی. یالا صاحبش الان میرسه. نه خب حالا هلش بدی. برو دیگه. فشار بدی. نه فشار نده، هل بدی. وایسا ماشینمو بردن. ماشینمو همون کجا بردن؟ ماشینمو بردن. دارم با اون همدست میگیره. تو از خودش بپرس، من فقط هلش دادم. وایسا. سالمه؟ خودم نخواستم حرفی بزنم. کسانی که فرستادن بیارنش تا اینجا با احترام آوردنش. دیگه باقیش با خودتونه. اگه قراره دعواش کنین، اگه قراره نصیحتش کنین یا هر چیز دیگه، اون با خودتونه. اون شما و اونم دخترتون. میخواین منم باتون بیام؟ نه زحمت نکش. من خودم باهاش صحبت میکنم. تو نیا. چطوره؟ اینا رو با دریاچه خورده داریم. چرا دختر؟ چرا خودتو به این روز انداختی؟ چرا آبروی منو بردی؟ تو پیش من چی کم داشتی؟ از وقتی مادرت مرده خودم شب و روز مواظبت بودم. کاری رو که هیچ پدری در حق دخترش نمیکنه کردم. تمام امیدمو به تو بستم. تمام زندگیمو به پای تو ریختم. حالا جواب زحمتهای منو اینطوری میدی؟ من ازت نخواستم زندگیتو به پای من بریزی. جای اون فقط کافی بود به حرفم گوش میکردی. تو میخواستی من بقیه زندگیمو با مرد سر کنم که ازش متنفرم. اون مرد چشه؟ ها؟ من باید باهاش زندگی کنم پدر. پس من باید بگم خوبه یا بده. برای همین هیچ وقت نباید از شما پرسید که چی میخواین، چون عقلتون به هیچ جا نمیرسه. اون مرد بهترین شوهر برای توه. این آخرین حرف منه و پاش وای میستم. حتی اگر قرار باشه با قل و زنجیر بفرستم تو اتاق هم. آخه پدر، هر زنجیری یه روز میپوسی، هر قفلی یه روز میشکنی. من اگه امروز گیر افتادم، اگه امروز نتونستم فرار کنم، یه روز دیگه این کارو میکنم. وقتی داشتن منو میآوردن میخواستم تو راه خودمو بکشم و از این زندگی راحت بشم. میدونی چرا این کارو نکردم؟ واسه خاطر تو. گفتم تو عذاب میکشی. خیال کردم دوستم داری و از مرگم قصه میخوری. امروز دیگه زن اونقدر احترام پیدا کرده که اقلا شریک زندگیشو خودش انتخاب کنی. زیاد ناراحتم کنی خودمو میکشم. ولی اگه منو زنده میخوای باید بدونی که من بشیر رو دوست ندارم. من نمیتونم خودم تو خونه یه مردی و دلم تو خونه یه مرد دیگه باشه.
تو اگه منو با لباس عروسی تو خونه بشیر بفرستی باید با کفن منو از اون خونه در بیاری. من به بشیر قول دادم. خب قول تو بشکن. میگه بشکن مگه میشه؟ من به اون قول دادم دختر. پدر من محصول گندم و سیفی و سیب قندک نیستم که پیش فروشم کرده باشی. من یه آدمم. بهش بگو نمیخوامش. اگه مرد باشه خودش میره پی کارش. اگه باز من خواست بدون نامرد و نظرش چیز دیگه است و واسه یه نامرد دیگه لازم نیست بخوای قولتو داشته باشی. فکر کن پدر راجب من، برای من. آخه من دخترتم. منو دوست نداری؟ تو دخترتو دوست نداری؟ گریه نکن دختر. من خودم با بشیر صحبت میکنم. احمد چوپان یواش برار زلو زنبیل مرا آب کردی که برار. یا علی سلام جان. وایسا کنار حیوان. چی شد؟ اسب موی تفنگ پیشت باشه. کجا میخوای بری؟ باید برم اون رضای نارضا رو پیدا کنم. بس عروس خانم چی کار کردی؟ شاید اون پسر از طرف بشیر اومده بوده. با مرگ تو تمام بدبختی های مردم زیر سرم بشیری بی پدر مادره. اگر گیر بیارم اونا با مرگ تو 2 دفعه میکشمش. تو نمونه 2 دفعه بگو. گیرش بیارم میدونم چه بلایی سرش بیار. بلایی سرش بیار که یادش نرد. یا اگه میترسی همراه بیام. شوخی کردم. ولو نمیخواد زن من بشه. آدمای من تمام این کوها رو زیر پا گذاشتن. 15 شبانه روز تو دشت و بیابون گشتن و اونو برگردوندن. حالا نمیخواد زن من بشه؟ والا بشیر خان چیه؟ من عروسی گرفتم. من مردم رو دعوت کردم. حالا آبروم جلوی مردم میره. میدونم. خب پس اگه میدونین به دخترتون بگین زبونشو ببنده و بیاد سر سفره حق بشینه. همین. دختر من حیوان نیست. اون میخواد زن کسی بشه که دوستش داشته باشه. تو زحمت کشیدی، صدمه دیدی، آبرود رفته. خیلی خوب، خسارتشو بهت میدم. دیگه دست از سر دختر من بردار. خسارتو نگردار واسه خودت. یه دفعه دیگه هم خواستی سر من داد بزنی. اون روز تو خونه مجید خان یادت میاد؟ چطور تو رو از محرکه بیرون آوردم؟ یعنی یه قاتل فراری دادم. من کسی رو نکشتم. پس شاهوی خونی برای چی تو دستت بود؟ من وقتی رسیدم اون مرده بود. دست بردار اصلا خان. دیگه اینقدرام بچه نیستم. من که تا حالا نخواستم به گوش ژاندارما برسه. من که حرفی نزدم. تا آخر عمرم هم حرفی نمیزنم. مخصوصا حالا که داریم با هم فامیلم میشیم. پس نگران نباش. فقط خواستم یادت باشه. با دخترت حرف بزن اصلان خان. منم میگم وسایل عروسی رو فراهم کنم. تا نیم ساعت دیگه هم برای جواب میام خونتون. باشه؟ چیه بابا؟ چرا پکری؟ ناراحت شدی؟ ببینم طوری شدی؟ نه دخترم. تو از کوچیکیت چیزی یادت میاد؟ آره همشو. که تو بغل من می نشستی؟ آره. دکمه‌های کتمو می کندی. گاهی وقتام ناراحت می شدی و دعوام می کردی. آره. همش یادم میاد. یه سالی آبل مرغون گرفته بودی. سال بعدش هم دیفتری. تمام مدت تنت توی تب می سوخت.
آره یه چیزایی یادم میاد. 2 ماه تمام شب و روز بالای سرت بیدار بودم. خیلی بهت زحمت دادم بابا. تو همه چیزم بودی. دکترها میگفتن که ممکنه جون به در نبری. فکر میکردم هر آن ممکن از دنیا بری. انقدر ناامید بودم که میخواستم اگر بلایی سرت اومد خودمو بکشم. اینا رو گفتم که بدونی همیشه دوست داشتم. میدونم بابا. لباساتو جمع کن، از اینجا برو دنبال دلت. هرچه زودتر از اینجا برو. بلند شو. برو دخترم، به سلامت. برم سراغش ببینم چی میگه. خبر نداره چی شده. بیچاره نمیدونه تو کلک سوار کردی. شایدم بدونه. بگم یا نگم؟ عرض کنم والا نمیدونم چطور شد بشیر. خجالت زده ام، خوابم برده بود. از هوار دختری بیدار شدم. چند تا نامرد اونو داشتن می بردن. یکی از عقب زد تو ملاجم که اگه دستم بیش بریسی ملاجشو لاعلاج میکنم، مغزشو سرخ میکنم میخوره. تو زحمتتو کشیدی رضا جون. هنه؟ ازت خیلی ممنونم. آره. مثل که دختره الان برگشته و خونه پدرشه. موندم معطل چطور برگشته. شنیدم باباشم خیلی خوشحاله. خوشحاله؟ خب میرم از خونه پدر میکشمش بیرون. نه وایس رضا جون. هنه. باید بگم دیگه کار تموم شد. تو هم اگه بخوای دیگه میتونی بری دنبال کاره. میدونم خیلی کار داری، خیلی هم از کمکت ممنونم. ما که کاری نکردیم. خجیلم که جیپم لتو پار شده. تو خیابون نزدیک کارمونسرای لورس تا لورخور نشده. بفرست یه نفر بیارتش. جیپ که قابلی نداره فدای سرت. برای زحمتی که کشیدی میخوام یه کادو بهت بدم که باهاش بتونی بری به شهرت. دقیقاً برو سویچ بنزو بده با آقا رضا. چشم بشیر خان. البته من بعدا سر خودت تنهشو برات میفرستم که خیالت راحت باشه که بری 100% مال خودت. ای بابا اون بنز خیلی گرونه. 100,000 تومن میارزه، بلکم 50,000 تومن. نه بابا قابل تو رو نداره. هر وقت کارای بنزی و جاگواری داشتی من در اختیارتم. قربونت از این وقت. امیدوارم یه روزی منم بتونم یه سویچ پیکانی چیزی ژیانی به تو تقدیم کنم. خداحافظ. اون ریشتم بیرون گرفته. های بچه آقا رضا رو بدرقه کنیم. خب بچه ها ببینم این ماشینه بنز کولرم داره. خب پس حل تابستونمون. بخارو هم داره. زمستونمون حل. مونده پول تو جیبی که اونم خدا یه جوری از گرگوریان انشالله به سلامتی. بفرمایید. خیلی ممنونم. قربون دستت بشکنه. خب ما دیگه رفتیم. امری ندارم. خدا بایشین کنار خاک نشینه روتون. آره بدین اینجا رو اسفالت کنه. وقتی که من میام این چیزش کجاست؟ میگم که اون دستی رو بخوابون. دستی؟ من تو دستی نگرفتم. ترمز دستی رو چقدر خیلی راست کن. راستی. خداحافظ. خوش آمدی. مسافر نمیپذیرم. چیه؟ عرضت چیه؟ تو میدونی از همون روز که حرکت کردی بشیر 4 تا به پا برات گذاشته بود. برو بابا. یه زن که نمیتونه وسط من بشیر رو به هم بزنه. حرف الکی نزن نرگس خانم. برو نرگس تو بچین. تو دختره رو پیدا کردی اما آدمای بشیر تو رو زدن و دختره رو آوردن اینجا. تو حالت دست بشیر شدی که یه دختر بیچاره رو بیاری اینجا و به زور بشونی سر سفره عقل. اگه زورکیه چرا دختره نمیره ژاندارمری شکایت کنه یا سازمان ملل یا بالاخره؟ نمیتونه چون پدرش شریکشو کشته. پدرش چیکار کرده؟ یعنی اون نکشته اما چی داری میگی؟ درس حاضر میکنی قدم میزنی بالاخره کشته یا نکشته؟ تکلیف ما رو این وسط روشن بکن بابا. نه اون نکشته اما قضیه طور جور شد که
همه چی به ضرر اونه. و اگه بشیر لب تر کنه اصلا خان به خاطر قتل میره زندون یا حتی بالای دار. مگه جا قتلی که میره بالای داره؟ تو تنها آدمی هستی که شاید بتونی کاری کنی که اون دختر بیچاره رو برگردونی پیش نامزدش. ببین من نمیخوام کاری کنم که بشیر گیر ژاندارما بیفته. ولی چی؟ ولی این وسط توالت دست شدی. ببینم تو راستی این حرفا رو درسته میگی یا اینکه حسودی میکنی یا جنس خرابی میکنی؟ کدوم یکی هن؟ آره اونا تو رو گول زدن. تو هم داری دستی یه دختر بیچاره رو بدبخت میکنی. بله دخترم در همین زمینه یک حرفای خدمت ما عرض کرد. آره میگن تو آدم خوبی هستی. غلط میکنن. چرا به یه نامرد بی شرف کمک میکنی؟ بشیر تو رفاقت به تو کلک زده. حالا ازش میپرسم کلک؟ اگه بشیر به من کلک زده باشه بیشیرش میکنم. اما یه دروغ گفتی باشی وای به حالت نرگس خانم، چون اون وقت همه نرگسات از بیخوبون میکنن. باشه حاله حالا چرا برگشتی؟ خب من چه میدونستم؟ سلام بر شیخ پشم الدین حفیلی هیپونیژاد. چطور شد برگشتی؟ یک کمی با تو حرف دارم. I want to talk to you. خیلی هم talk to you یعنی خیلی حرف دارم. انگار من با تو حساب خوردی دارم. من خیلی خوش حسابم، بدهکاری اصلا یادم نمیره. رضا فرش کن. نه فرش کن رضا. میگم فرش کن. چی کار میکنی؟ اونو چی کار داری؟ بذار حسابش برسه. فرش کن. تو که نمیدونی اون چی کار کردی. چی کار کرده؟ میدونی که این نامردی یه نفر بیگناه او کشتی؟ چرا پس رفتی؟ من آره میدونی خودت فرستاده بودیش مگه نه؟ isn't it؟ آره درسته. چرا بشیر؟ چی فکر کرده بودی؟ من رفیقت بودم نبودم؟ واسه تو جون میدادم نمیدادم؟ تو همه چیز من بودی؟ کاری که گفتی چشامو بستم و رفتم دنبالش، اما تو واسه من بیپا گذاشته بودی. چرا؟ پرکه ایتالیایی یعنی چرا؟ آدمایی تو یه نفر رو کشتن و تو همچینی حرف میزنی که انگار هیچی نشدی. گناه اون مرد بیچاره چی بوده بشیر؟ هنه یه اتفاق بود. همین؟ جون یه آدم همینقدر میارزی؟ تو چی شدی مرد؟ از اون آدم لوتی که پشت مظلوم بود و پدر یتیم چی در اومدی؟ تو چرا اینطوری شدی؟ چرا؟ را تو بکش برو رضا. ما به هم دیگه گفتیم سلام و حالا میگم خداحافظ. حرمت سلاممون رو نگهدار و برو. تو چی؟ تو هم حرمتی چیزی رو نگر داشتی؟ تو حرمت دل یه زنو که مردش کسی دیگه است نگر داشتی؟ اون زن که من روسیه از خونه مردش بیرون کشیدم، اون زن که آدمایی تو به زور آوردنش اینجا، دل اون زن حرمت داره. دل اون زن داد میزنه که تو رو نمیخوام. حالا واسه حرمت دل اون زن، واسه صفای اون مرد و کربتی هم که شده، به حرمت سلام علیکی که گفتی توف میکنم. تو این شهر وای میسم تا اون زنو بیفرستم بره دنبال دلش. را تو بکش برو رضا. رم چی کاره میکنی؟ هنه لابد میدی منم بکشن. هنه وادارم نکن رضا. تو وادارم کردی. لطفاً پاشو بریم ژاندارمری. ولش کن. خود از خواستی رضا برایش ایچش کنی تمومش کنی. حالا بریم که روزود باشید. کارو یسره کنید.
بالایشون بسیاره. بزنینش. بزنین. خیلی خوب. خیلی خوب بستشه. آری بس. پروردگارا. آهای بله. ببرینش تو انبار، بپیچینش تو پتو، بندازینش یه گوشه. بیارینش. ولم نکن. یاله بندازینش اینجا. خطی رو بنداز روش. امشب میندازیمش تو رودخونه. اینا همراه من میان، شما 3 نفر اینجا کشیک میدین. حواستون جمع باشه. بریم بچه ها. برات راحت باشه. خیلی خوب برید ببینم. برو بالا. بخشش کنم. نه خیلی آینه واسه. خیلی خوب پاکش کن. برو بالا. زود باش. شیره منو بگیم. ببینم سرما میخوره ما. ای پیر، تو که هنوز زنده ای، با این شکل و شمایل کاش مرده بودی. آری. چیه؟ پات شکسته؟ بگو پاهات شکستی؟ دستت شکسته؟ بگو دستات شکستی؟ زبانت که سالمه. آری. از خوب نگرش دار، بگو جمیله کجاست؟ برو بابا، تو چی داری ها؟ یکی میمرد ز درد بینوایی، یکی میگفت جمیله آخه تو کجایی؟ پاشو بی پیر، پاشو اینقدر شعر نخوان، الانم میان سراغمان. لباست چه بوی گندی میده. پس میخواستی تو طویله بوی ادوکلون آرامیسه بده پدر آمرزیده؟ بس دیگه، آرام حیوان. آره کدوم یکی میگی، منو یا اونا رو؟ برهنی تا آخر عمر با سرعت. مقصودت از این حرف چیه پیرمرد؟ اینو که من نمیخوام، دخترم میخواد. خود داره به سرت میزنه، دارت میزنم. تو یه نفر کشتی، اگه بفهمن دارت میزنم. من کسی رو نکشتم، چاقو رو تو دستای تو دیدم. خودمون 2 چاقو رو انداختیم تو بیابون و اومدیم. دخترتو نمیدی نده به درک، اما بدون ژاندارما میان سراغت. من خبرشون میکنم. حرفاتو زدی بشیر، حالا دیگه گورتو گم کن. دختر من یه کنیز نیست. اون زن هر کسی بخواد میشه، منم نمیتونم جلوشو بگیرم. از مرگم ترسی ندارم. برو هر کاری دلت میخواد باشه، ولی اگه تو فردا عقیدت عوض شد. شما دارین زود میرین. من اومده بودم یه چیزی به پدرم بگم، ولی خب حالا که شما هستین چه بهتر که پیش شما بگم. من فکرامو کردم پدر، من از پیش شما نمیرم. یعنی برای چی برم؟ من نمیتونم با یه مرد قربتی زندگی کنم تو اون کلبه کثافت با اون آدما. نه پدر، من نمیتونم. همش یه فکر بچگانه بود. معذرت میخوام که جشنتون رو اینطوری به هم زدم. میشه دوباره همونطور جشن بگیریم؟ تو چی داری میگی دختر؟ اگه تو واقعا... من میخوام زن بشیر بشم پدر. میخوام زندگی راحت و آسوده‌ای داشته باشم. میخوام نزدیک تو باشم پدر. شما هنوز منو میخوام؟ البته که میخوام. میرم وسایل عروسی رو بگم آماده کنم. خداحافظ. اینطوری بهتره. دیگه از والی خوشم نمیاد. از طرفی
نمیخوام از تو دور باشم پدر. اینه وای منو چارمیخ کشیدن. یکی بیاد من از بند واز بکنه. چه خبره؟ بی خودی دادی بیداد میکنی؟ من دارم کشید میدم گردونه نخوره. کوبی بابا تو که زل زنبق من آب کردی. شوخی با گرگ بیابانم شوخی. من از این شوخی ها ندارم. من اصلا باورم نمیشه تو هدف گیرید خوب باشه. اگه راست میگی لوله رو بذار تو حلقوم زبون کوچیکه ده هدف بگیر من بخرم. من با لوله موله کاری ندارم. من فقط گرگ و پلنگ میزنم. این تفنگم از بچگی با من بزرگ شده. چقدر دنبالت گشتم. برای چی؟ برای اینکه ببرمت به خانه‌ات. کدوم خونه؟ خونه من اینجاست ولی. اما حالا به بعد خانه ما خانه توست. نه چیزی عوض نشده ولی. من هم اینجا میمونم برای اینکه اینجا خونمه و به خونه بشیر میرم برای اینکه از این به بعد اون شوهرم. چه داری میگی زند؟ زده به سرت؟ آفتاب به مغزت خورده؟ ولم کن و خوب به حرفم گوش کن. من هم اینجا میمونم تمرات میکشی و میری سراغ زندگی خودت. اما من خاطرتو میخوام. خود میخوای؟ تو هم گفتی خاطر ما رو میخوای. من قرارت کردم خوب شد. خیلی حرف زنی. یعنی تو به ما دروغ گفتی؟ دیگه اینش مهم نیست. دروغ گفتی؟ آره دروغ گفتم. حالا میری یا نه؟ چرا زن؟ چرا؟ تو چرا گولم زدی؟ چرا با ما بازی کردی؟ چرا تو دلم ستاره پاشیدی و به لبام خنده کاشتی؟ ما که داشتیم میرفتیم سی خودمان. چرا دیگرم داشتی؟ این بازی برای تو اینقدر خنده داشت؟ چی رو میخواستی ببینی؟ اشک ما را تو چشم یا روسیاهیم پیش قومم یا پیش اون نامرد؟ این کجاش خنده داره زند؟ اگه دلم هوای تو را کرد خودم بهش گفتم خفه شم. اگه چشم به دنبال تو آمد خودم بهش گفتم کور شم. پس این چه آتشی بود که به جانم زدی خانه خراب؟ به پدرم گفتم به قومم گفتم که میرم تا عروسمو برگردونم. حالا به اونا چه جواب بدم زن؟ پس ما اینهوی مطرب به خانه سورچرونی دل شما آمدیم در قد بشیم؟ وای که چه به روزم آوردی. پیش به ریشم زدی که آتش. خب معطل چی هستی؟ درخت بیشه‌ای که میفته آتشش میزنم. من به بیشه تو افتادم تا معطل چی هستی؟ آتشم بزن دیگه. ریف دلم که خانه تو شده. آقای جانوین منو واکن تا یه ماهی سفید برات بخرم. برو بابا ماهی سفیدی یا باید توی خواب ببینی یا توی کتاب بخونی. 15 سال دنبالشم گیرش نمیارم. چی میگی؟ میخوای برات ماهی بخرم. بخور چخشی. سوسمار چطوری؟ پیداش کردی؟ چی شد پس نیامد؟ نه نخواست که بیاد. اون ما را نمیخواست. بله. پس عشق چخانکی بود هن. عجب دنیای چخان پخالی شده. رفیقا چخانیان، عشقا چخانیان، زنا چخانیان، مردا چخانیان، چخان چخانیه. نکنه ما خودمونم چخانی هستیم هن؟ پاس جان میدادم. اگر دنیا را میخواست به یه لبتر کردنش زیر روش میکردم. اگر چشامم میخواست از کاسه در میآوردم. اما فقط میخواست به من بخنده. اونای روی صورت منو میبینی؟ اونا را از رفیقی دارم. اون رفیق بود که بالاش سر میدادم. من خیال میکردم همینطور که من رفیقشم بشیرم منو رفیق خودش میدونه. رسم زمانه اینطوری شده. پس دیگه قصهش نخور. دنیا دنیای نامرداست. حالا بیا منو واضح بکن. میخواد زن بشیر بشه. نامردترین نامردا. این دل من میسوزانه. چی میگی؟ اون خودش گفت میخواد زن بشیر باشد؟ برار اون که از عروسی بشیر فرار کرد در رفت. چجوریه بس؟ فرار کرده بود.
اما حالا که خب تو ازش نپرسیدی چرا؟ آخه تو بابا چقدر خنگی ازش میپرسیدی چرا؟ نمیبلعیدت که نمیخوردت که نه اون بشیر میخواد من بپرسم چرا میخواد؟ خب میخواد دیگه بی تربیت. نه اون دختر خوبیه من بهت میگم چرا. بشیر واسه پدر اون کلکه چیده. چیده؟ کلک چیده بابا تو چی میدونی کلک چیه؟ به من میگن رضا کلک اینی داز. بشیر یکی دیگر کشته و قتل داره میندازه گردن اصلان خان بیگناه. ای قباره تو چی داری میگی؟ آره دیگه. اوه قمر در اغرب شد. بابا جان حتما دختری فهمیده اوزای باباش چقدر قارش میشه داره هی چیز میکنه فداکاری میکنه. ما نه که بسکی نکردیم مثلا اسمشم یادمون رفته. آره داره واسه باباش فداکاری میکنه. اون داره زن بشیر میشه که پدرش نجات پیدا کنه. ما که باور نمیکنم بی تربیت اصلا باور نمیکنم. تو دستای من واکن تا براش پرونده بسازم. آقا میگم شاید این دست و پا شکسته راست میگه. تو باید بری به دختره کمک بکنی. را بیا برو دختره کمک کن ده قربان. زن به مرد میگه نمیخوامت. مرد دیگه نباید بره سراغش. از اون جایی که من میام مرد منت از زن نمیکشه. من رفتم ولایت. جیبه به خدا آقای با تربیت اقلا من واکن که من برم دختره رو نجات بدم. یعنی بذار فداکاری کنم برم اونجا. من رفتم. با سرگذشت به بیابان تکلیف مرا روشن بکن. آقای جانوین بیاین گره گوری پیک مرا بس دیگه نگو باکن با میکنم ده بره. کیه؟ منم. توی خوشحالم که میبینم. در بیابون شنیدم عروسیشه. بگو بشیر کجاست؟ اینجاست؟ نه نیست. پس کجاست؟ خونه عروسه. حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم هندیسه و حسابش بریسم. من میخواستم قضیه اون قتل رو روشن کنم چون میدونم قاتل اصلی کیه. حالا که تو هم با اون دشمنی دلم گرم شد. تو برو اونجا منم میرم پاسگاه ژاندارمری. بردی کلا برو ژاندارمری منم میرم جاندارمری بری. یعنی عروسیشو عزا میکنم. ولی هنوز که میزا درست نشده. مبلاکو الان مهمونا میان. شما بفرمایید تو خیالتون راحت باشه. خودتون رو ناراحت نکنین. بچه‌ها همه چیزو مرتب میکنن که هیچ ایرادی نداشته باشه. تا مهمونا برسن درست میشه. یالا زود باشین میزا رو مرتب کنین. زود باشین. زودتر میزا رو مرتب کنین میواره بچینین. زود باشین. گلا رو زود بچینین رو میزا. مدام بشیر بگو گلا رو بزنم برای روی قبریت. تو هنوز زنده ای؟ آره زندم. تعجب میکنی هنه؟ چی میخوای؟ دوزاری برای تلفن. میخوام تلفن کنم به اشتی زهره آمبولانس بفرستن. چی میخوای؟ یه دفعه گفتم دختری مالت نیست اومدم اون از چنگ تو آزادش کنم بذارم. این دفعه چنگ رو سالم بدم نمیبرم. من بزوره داغشو به دلت میذارم. مجبوری سیزن اون نامرد بشید. Asker zor şunu.
وای مادر آقا جان تو چیه بیا جلو ببینم چیه خودش دست من مالتر دارم بی پدر و مادر بیا جلو بیا جلو بیا جلو بلند شو بده من ببینم بابا نمیفهمم عجب زورخونه ای شده لالا کاری دارم ولی نداره باشی وای باب سواره وایسا ببینم آمدی سراغ نامزد من چه کار بی تربیت قهر کرده بودی دختره رو نمیخواستی کرده بودم که قهر کرده ای بودم بابا جان ولش کن قربان والی جان تو هم مثل خروس جنگلی با همه میپری خب بیچاره بد کاری نکرده آمده کاری که تو نکردی تمامش بکنه دی اونم خواسته به تو خدمتی کرده باشی قربان تو برم آمدم تلافی بلایی که سرت اومده بود در بیارم این دختر حق توه من اشتباه کرده بودم ازت خوشم آمد من نفهمیدم بالاخره تو خونه من چه خبره اینجا عروسی خونه است یا میدون جنگه خیلی خبرها بود آقای سرپشمکیان شما بگو چه خبرهایی بود حالا بیاین بیرون تا برات بفرمایید همگی بفرمایید شما دفعه فرار نکنید همیشه آخر کار سر من بدبخت بیکلا میمانه من با کی باید عروسی بکنم سیبیل ملاحظه بفرمایید برو پیکردم سیبیل کلوفت سرکار ایناش خودشه سرکارشون اینا جشن عروسی ما رو به هم زدن توقیفشون کنین پدر منو داره بردن توقیفشون کنین قاتل خودشه سرکار چی داری میگی توقیفشون کنی سرکارشون روزی که قرار بود تو اصلا خان بریم پیش مجید خان تو زودتر رفتی و اونو کشتی رفتم این که جرم نمیشه نه نمیشه ولی من تعقیبت کردم تو با کارت تو شکمش بعد اومدی بیرون تا اصلا خان داخل بشه ای پست بی شرف و حقوق تو بودی که اون طرا رو با کارت زدی و انداختی گردن من ناراحت نباشید حالا که همه چی روشن شده ببریدش یفتونه سر کارگون دستور بدین این مدعوینم توقیف کنن هرچی شیرینی بوده بلعیدن آره توی اون اتاق پشتی سرکار جان اون پول